سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. منم پارسا چیت، اسم من علی چیت گیم و امیر پارسا همه کاری اومدیم. مهمون سلام کن. سلام. خب بچه ها، امروز قراره بریم ماینکرافت نسخه جدید. نکنید بچه. من اسمم امیر پارسا، همکار ما با هم تو یوتیوب. بله ما هر دو خب بچه ها، این نسخه جدیده. یه دونه سیگار داری، بریم ببینیم چه خبره. ببرم. Let's go. یه مرتیه. بچه ما این نه خودمون رو برد. مپ توسی منه. بعدا با هم خواستم میام همین مپ رو ویلیج بکنیم. بله و با هم وصل میشیم. فقط خیلی طول میکشه. ماینکرافت موقعی که زیاده رو گوشی نصب نمیشه. ما با هم میاییم ویدیو میذاریم. بعد یه چالش هم بچه این ویدیو بس بالای 100,000 لایک بخوره، منم پارسا یه چالش داریم. چند تا من چپ رو کنترل میکنه، من پارسا راست. لوکیشن بزنید، زنگوله لوکیشن هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده. اول باشید که میاد با ویدیو ما رو ببینید. خب داره میره به جهات بازی. همین اینطوری من دارم با موبایل ویدیو میگیرم. واقعا ببخشید، بعدا خورده بزرگتر بزنم با کامپیوتر براتون ویدیو میگیرم. خب بچه ها، آورد فقط اولاش رو خودم نگیم. خب بچه ها، این از نسخه جدیده ماینکرافت. میگید چه تغییرات کرد؟ هیچی تغییرات کرد، فقط یه دونه این چکوس بده بوم بده و یه اختفایی بجید خودم هم نمیده. اینو کلیده رو بچه اگر بخواید بودیم خودم هم نمیده. امروز اومدیم آموزش ساخت صندلی به یاد بدیم. اما یه باگون، یه ریل بریم دارید. بله بایستید بچه تایم صبح بکنم. اون خم داره میره. بچه خب بازی لگ خورد، متاسفانه لگ خورد. گوش منم لگ داره میزنه و پاره شد. همون که میبینید واقعا ببخشید. یه بار دیگه میبینید خب بچه ها، داریم سعی میکنیم اینترنت خاموش کنیم چون که من دارم رسانه. خب بچه ها، من اینترنت رو خاموش کردم. بود بریم سراغ ویدیو. گو. خب بچه ها، این و شما تغییراتی که ایجاد کرده واقعا دفعه ببخشید. این تغییراتی که کرده بچه شده نیستید یه چاکوس داده. این براتون سوال چیه؟ خودتون نگاه کنید. گمبه سیگاری. حالا بگیدین چجوری دمجون اینقدر بزرگه بچه هاسی. چرا کنم چکوس دست بگیرم بچه ها، من دوربین رو عوض کنم. بستون زنگ میزنم میگم خدا. بچه ها لیتس گو. خب بچه ها، من دوربین رو عوض کردم. باش بکلتون این چکوسه خود ویدیو کات کنم. خب بچه ها، این
که میخوای ببینید ویدیو اصلا نمیگیری استوبه و بچه ها هم ببینید این قوی تره همین پارسال سامانس مرکوز بگو من این پارسال بخورم 5 4 3 2 1 همونجور که دیدید الان من نفرین شدم و خیلی عجیبه نفرین با این شکلات نمیتونم حالا بعد یه دونه قبل که من اونجا گفتم آموزش ساخت صندلی یه بدم بچه بردارم آخه بلد نیستم بلد نیستم بچه نمیخوابه که بچه خوابید صبح بشه خوب خب بچه ها صبح شد بریم بسازیم مادهید بچه ها خب بچه ها این بهتون خیلی این حرکات هستن با ساین ولی بهترین آموزشایی که بکنیم باشه هر تو گوش داده میذاریم یه دست خالی بچه با وقتی تا فهمتیم میشینیم زیرشو میکنیم ببینیم دوباره میرکس میشینه اینجاست خوبه اینجاست خوبه خیلی خوبه اصلا من بخونم سوست نوازیم بچه این چوبای اسقالاتی میخوایم مدونه از این میره تو دست آخر میزنید خب وقتی که برداشتید میای برای سایه بچه هر رنگ که بخواید میتونید شما بزنید من نمیدونم بچه ها بچه ویدیو از اینجا دیگه خیلی قشنگ تر صورت دیگه چرا ببخشید بچه واقعا ببخشید که تصاویر رو نذاشتیم که خیلی کاری باید استفاده کردیم واقعا خوب شما قرار بسید اینا رو من میسینیم میذاریم این چجوری کار میکنه بچه ها؟ امروزه بگو چجوری؟ متاسفانه منم نمیدونم من قبلا مایکرافت بوده خوب بودم حالا دیگه یادم رفته خب بگو چجوری؟ بگو چجوری؟ البته وایسین ویدیو این صندلی دیگه هست که تو مایکرافت وجود داره آره فقط اون مود میخواد من اونم براتون ویدیو نه البته ما داریم میخوایم بهتون نشون بدیم آره ما نداریم چرا داریم البته این صندلیه مثلا از این صندلی ها 4 پایه است یعنی میتونیم روش بشینیم این فقط صندلیش برای جامعه خوبه نمیدونیم همینیه که داریم میسازیم میسنسه اینه بچه ها این صندلیه که نمیسازن چرا میشه آره میشه خوب رسیدیم به آخره من ویدیو رو کات کنم یه خورده جلوتر خدافظ خب بچه ها ما اینجوری کردیم درست باید میسازیم میزدیم این نامه کار نمیکنه زمان آخری خواهدیم خدا نگهدارتون کنه یه سورپرایز هم داریم این بلند ویدیو رو نگاه کنید تو آخرش اما همراه باشید کنید بچه خوشگل در ما شما هر جور دوست داریم که بزنید ولی ما اینطوری بگردیم که قسم که ادبیات بره سلیقه ای بدون ریل برنده مباحثه بشه
یه دونه هر بلکه که حتما بلکه کوارتز صندلی هم واسه داریم بخصی هم واسه همکاره. بله داریم این صندلی، ولی این فقط ساختی یه دونه فرق داره. این صندلی اگه کنار هم بذارید همش بالا این میشه چی؟ بذارن ما 4 نفر میخواییم توی صندلی آسانسور. آره بچه ها آسانسور آبی آموزش است. الان بعد میاد بینم آخر ویدیو میخواستم بگم بچه واقعا سایی خیلی خوب بچه ها خوشحال شدیم میگه نه بچه ها اگه خوشحال شدید حتما ویدیو رو در کنید 500,000 تا لایک بخورید. همین قلب سفید اینجایی که میبینید زیر ویدیو بیاد بیرون تصویر رو من تو سب میکنم سماعت کنم پیسی نامت سماعت کنید این پیسی رو بفرستم به دنیا. این بچه ها کندیم میبینیم سفید میشه میکنیم میزنیم و میبینید خرابیده اسکانر بچه من برای اونجا فکر کرده بودم که تو مپ دادرسی ساختم و این شما صندلی شما میشینید اینجوری میپرید چرا قول کردید 10 گیگابایت بگورید ویدیو هم پاسا مانم توس میمونیم میگه نم پاسا هم کاره بله چیه باشه؟ میشه همون تو ویدیو شما باسیم یا نه؟ بله فقط بعضی وقتا باسیم خیلی بهتره این بله بچه اینو امپاساژ راست واقعا من اون همسایه این به اونا هم دیگه پس لایک باید نکنید ولی فکر نکنید من خونم دوره نزدیکه خیلی یعنی آپارتمانمون یعنی اونجایی که کوچمون که توی کوچمون که زندگی میکنیم یک تو کوچه زندگی میکنیم آره تو کوچه ای تو کوچه یه خونم کوچه ایم تو کوچامون یعنی نه که تو کوچه زندگی کنیم توی کوچه محلی آره محل تو کاشانه کاشان هم زندگی میکنیم کاشان محل یکیه یعنی کوچم یکیه آره پس خیلی نزدیکه به همین یه قدم برم پایین میشه بچه ها و این شما خون این همونه که به داداست رو میتونید وصل این خونه رو نمیتونید چطوری بخورید دیدید بچه کم کردیم البته میگیم این سر و صدا هم امروز نه آره بچه حالا بریم سورپرایز آخری بچه ها اینقدر دوست دارم بچه هم بکنیم یه دونه آب میخواید بچه ها نترسید یه دونه هم ترسید تو خونه دخل کنید اصلا نگران نباشید من ویدیو رو خواهد میکنم یه دونه هر بله که دوست داره خونه مثل ما زرد خونه اینجوری خودی بچه یه چه اینطور وقتی دقیقش نستمگیری کنید یعنی یه بدک میکنید پایین میرید بالا و هم تا یه دوباره Let's go خدافظ